بیایم با همدیگه ادامه ویدیو رو ببینیم و چهره میا رو واسه خودمون طراحی کنیم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. توی این ویدیو می‌خوایم چهره میا رو به صورت کارتونی طراحی کنیم. پس اول به صورت رفرنس اون گوشه قرارش میدیم و بعد میریم سراغ دایره کشیدن. مثل همیشه یه دایره برای دایره سر یا جمجمه می‌کشیم. یه خط مرکزی وسطش قرار میدیم. خطی که وسط دایره به صورت افقی دارم می‌کشم یه کوچولو محل قرارگیری ابروهاست. خط پایین‌تر محل قرارگیری بینی، خط بالاتر محل روی شمو و خطی که پایین‌تر از دایره گذاشتم جاییه که چونه رو مشخص میکنه. این دوتا دایره‌ای که این طرف و اون طرف خط مرکزی سر میکشم در واقع حدقه چشم رو مشخص میکنه و اون دوتا دایره کوچولو هم که دارم وسطشون میکشم در واقع اون عنبیه چشم رو مشخص میکنه. بعد از اینکه این دوتا رو کشیدم و جاشون رو مشخص کردم میریم سراغ بینی. من برای کشیدن بینی اول یه مثلث اینجوری میکشم و بعد سعی میکنم دوتا ساقه بینی یا اون اطراف بینی رو به این صورت که میبینید در بیارم، یعنی دوتا خط عمودی اول وسط میکشم که در واقع نوری که روی بینی میافته هم روی همین قسمت میافته روی ساقه بینی و بعد کنارهای بینی رو به این صورت طراحی کردم. بعدش میریم سراغ طراحی لبم رو روی خط در واقع پایینی دایره قرار میدم و قبلش میخوام این دایره رو پاک کنم که راحت تر متوجه بشید. دایره رو باش کار نداریم، دایره رو پاک میکنم. حالا میریم سراغ لب. به این صورت یه خط افقی روی پایین ترین خط دایره‌ای که قبلا داشتیم میکشم. لب بالا و لب پایین رو هم این شکلی مشخص میکنم و بعدش بریم سراغ این که فرم کلی سر و چانه ها، فک و اینا رو مشخص کنیم. اینجوری قسمت بالای سر روی همون دایره اول که کشیده بودیم مشخص میکنیم و بعد من قسمت های فک و چونه رو همین شکلی میکشمش. بعدش میریم سراغ این دوتا خطی که کناره های سر همیشه من میکشم که مربوط به خطوط شقیقه هست یا خط شقیقه بهش میگیم. دوتا خطی که از گوشه های شقیقه رسیدن به گوشه های لب در واقع جایی هست که محل قرارگیری گونه رو مشخص میکنه برای زمانی که میخوایم مثلا لب های کاراکترمون رو در بیاریم و دوتا دایره که این طرف و طرف سر هم کشیدم گوش ها رو مشخص کرد. حالا روی خط روی شمو میام رو قسمت موها و حجم موها رو مشخص میکنم. این دوتا دایره‌ای که بالاتر کشیدم هم در واقع ماهیچه های بالای چشم و قسمت هایی هست که ابرو روش قرار میگیره و هر وقت خواستیم ابرو رو حالت بدیم روی این ماهیچه ها حرکت میکنه. حالا به طور کلی میام این لایه رو کمرنگ میکنم و میریم سراغ طراحی اصلیمون. من از چشم ها شروع میکنم چون که میخوام اول چشما رو بکشم، بعد بریم سراغ ابرو و بقیه قسمتایی که میخوایم بیشتر به چهره خود میا توجه کنیم و بکشیمش. چشما رو به این صورت میکشم. اول سعی میکنم خط بالای چشم رو دایره‌ای که قبلا کشیده بودیم مشخص کنم، دایره حدقه چشم و بعدش میام چشمو میکشم، عنبیه چشمو میکشم و همش رو مشخص میکنم. میام وسطش رو رنگ میکنم. وقتی که کامل اینو رنگ کردم، یعنی کامل داخل چشم سیاه شد، میرم سراغ این که دوتا نور بندازم روی چشم برای اینکه طبیعی‌تر و مزه‌تر بشه. از پاک‌کن استفاده میکنم و دوتا نور کوچولو به این صورت با دایره میکشمش. بعد واسه اینکه یه ذره نورم به پایین این قسمت عنبیه بدیم، به این صورت من پاکنم یکم اوپاسیتیشو کم کردم و این حالت که دیدین سعی کردم نور رو روی چشم ایجاد کنم. بعد از اون اومدم این چشم رو کپی کردم و بردم گذاشتم اون طرف. اگه روی کاغذ میکشید بعد دوباره زحمتشو بکشید برای اینکه این نورها به اون سمت دوباره چرخیده، در انگار لوچ شده چشما. میام دوباره توی کل عنبیه قسمت چشم رو
رنگ میکنم، دوباره بهش نور میدم با پاک کن واسه اینکه باحالتر، بامزه‌تر و اصولی‌تر بشه طراحی چشمم. وقتی که این کارو کردم میرم سراغ کشیدن بینی. 2 سوراخ کوچولو میذارم بدون اینکه پره‌های بینی و اینا رو مشخص کنم، چون که طراحیمون یکم حالت انیمه‌ای و گوگلی مگولی و بامزه داره، زیاد نمیخوایم حالت رئال به خودش بگیره. بعدش لب‌ها رو به این صورت میکشم، خیلی ساده میخوایم بکشیم و خیلی هم خوشگل و گوگلی مگولی و زیبا میشه، قول میدم. بعد اینجوری میام لبا رو میکشم. وقتی که لبها رو هم کشیدم و لب پایینم یه کوچولو مشخص کردم، دوباره من این صفحه رو کوچیک میکنم. حالا میخوایم بریم سراغ کشیدن ابروها. همونطور که میدونید اگه ویژگی تو صورت میا بخوایم مثال بزنیم، این حالت ابروهای مهربون و اینجوری به صورت پایین و نانازشه. واسه همین برای کشیدن ابروها هم سعی میکنم ابروها رو اینجوری هشتی به صورت بالا نکشیم. ابروها رو یکم حالت مهربون و به صورت این شکلی که کج به حالت پایین قرار داره بکشیم، که یعنی خیلی چهره مهربون و نازی داره. 2 ابرو رو میکشیم. اون یکی ابرو هم که مثلا همیشه کپی کردم گذاشتم اون طرف. حالا میام گوشه های لو و در واقع خط فک رو به این صورت مشخص میکنم، میکشمش. بعدش خطای گردن رو هم مشخص میکنم به این صورت، این شکلی. و بعد از اینکه من 2 خط گردن رو کشیدم، خیلی کم میکشم چون که ادامه کار رو حالا میبینید چه شکلی میشه. بعد از اینکه اینو مشخص کردم، میریم سراغ کشیدن موها. برای موها ابتدا رویش مو رو روی خط رویش مو که اون اول کشیده بودیم قرار میدم و سعی میکنم که یه موی بامزه ناز براش بکشم. حالا طبق این عکس و بقیه رفرنس هایی که من از میا داشتم، سعی کردم ترکیب کنم یه موی خوب و قشنگی که به چهره الانی که دارم میکشم ازش میاد واسهش اجرا کنم روی کار. بعد به این صورت به موها حجم میدم، موی این طرف و اون طرفش رو هم میکشم و بریم سراغ ادامه کار. بعد از اینکه کارم با موها تموم شد و اون یه شاخه موی جذاب دلربا رو هم روی چشش کشیدم، میرم سراغ کشیدن بدنش که بدن کوچولو موچولو میکشم واسش. یقه و شونه هاشو مشخص میکنم، دیگه پایینتر رو ادامه نمیدم، تا همینجا میکشم. بعد میرم سراغ اضافه کردن سایه ها. طبق این عکسی که میبینید ما فرض میکنیم که نور تقریبا از روبرو داره به صورتش میخوره و بنابراین زیاد سایه روی چهره نمیفته. فقط برای اینکه یکم بامزه تر و بهتر به نظر برسه ما یک کوچولو سایه بهش اضافه میکنیم، ولی قسمت زیرین موها و حجم بیشتر موها که کنار گردن قرار میگیره همیشه تیره تر به نظر میسه. واسه همین قسمت رو من تیره تر میکنم و دیگه یک کوچولو هم روی بینی و کناره های جاهایی که مو روی صورت افتاده هم میتونید سایه اضافه کنید و همین کار واسه قسمت های دیگه مو هم انجام میدم. هر جایی که دلم خواست یک کوچولو برای اینکه یکم خوشگل‌تر بشه و بعدش دیگه تادا تموم شد. اینم از طراحیمون. میدونم که خیلی خوشگل شد، خیلی بامزه شد و
امیدوارم که با من کشیده باشید. امیدوارم که از آموزش امروز خیلی خوشتون اومده باشه. اگر کشیدید میتونید توی اینستاگرام یا تلگرام واسم بفرستید کار رو. نقاشی بعدی قطعا نقاشی کوروشه که میخوام بکشم که اون خیلی خیلی بامزه است، خیلی خیلی بامزه است. و هیچی دیگه، خیلی ممنونم که همراه هم بودید. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید لطفاً، زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. و اینکه هر سوالی هم داشتید میتونید کامنت ازم بپرسید. ممنونم، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. خدافظ.